در این دیار شیوه‌ای وحدت نمانده است، در چشم یار نازی محبت نمانده است. ما از خدای خویش نه این روز خواسته، در خون تاک و عشق ما اسمت نمانده است. آنه که نوی خواستای گل بود خار شد، در باغبان عشق بشارت نمانده است. خام زبرد در کف اوریان چراغ داشت، از نور فطرتش بجز ظلمت نمانده است. یک مرد از خیانتی خائن نرسته است، یک فرد به نشانی جراحت نمانده است. فخر نجات میهن و ملت فسانه است، گرد زی خاک میهن و ملت نمانده است. فخر نجات میهن و ملت فسانه است، گرد زی خاک میهن و ملت نمانده است، گرد زی خاک میهن و ملت نمانده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خلاص خواستیم با استادو یک صحبت آزاد داشته باشیم. خوش آمدید مهمان عزیز استاد معین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و علی شیرزمان، نماینده از یکی از رئیس‌های آزاداندیشان تاجیک. خوش آمدید. سلام. خب پیش از همه چطور که ما میدونیم راستی خبرهای ناخوش ماه گذشته آمد که سال نگره شما در تاجیکستان گرفتاری بگیم مشکلی است، یعنی با توبت بیرون از کشور نمیتونه اومده و دیدیم که سر صدا شد امروز و تو جای میدونیم معلوم شد مردم هم پیگیری کرده است که و یازی در بیرون هستن و همون کم ترک روشنی میانداخته که حالی دودرجان ابراهیم چطور است و در کدام حالت قرار داره. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من پیش از همه میخواستم بار دیگر با مردم عزیز مینه‌داری خود و اهل خاندان رو بیان کنم، برای آنکه واقعا اگر زحمت اونا نمی بود، تلاش مردم نمی بود، فکر نکنم که برآمدن حمزه و مادرش امکان پذیر میشد. بله، سازمان‌های بین المللی و سفارتخانه ها هم تلاش کردند و پتیسیایی که راه اندازی شد نزدیک 150,000 آدم امضا کرد که اکثرش خارجی بودند
اما باز هم دعای مردم و دستگیری و پشتیبانی مردم تاجیک سبب اساسی رها شدن حمزه و مادرش بود و باید گفت که در این مسئله هیچ کس تقریبا بی‌طرف نبود، نوابسته از منصوبیت حزبی، قومی و گروهی، حتی کسانی هم که با من شخصا مشکلی داشتند در این مسئله صرف انسانی مسئولیت خود را انجام دادند و این همه باعث شد و من بار دیگر تشکر میگم به همگان. و حالا حمزه در ترکیه توابت را شروع کرد و بهترین طبیبان ترکی وارد قضیه هستند. ما همزمان با طبیبان مسکو و آلمان هم در مشورت دائمی هستیم و نظر اونها را هم گرفته ایستادیم و همین روز به ما معلومات رسید که انالیزها تقریبا تمام شدن و از فردا طبابت شروع میشود. اما برابر آنکه ما بتوانیم مسئله ویزا و حجت تخت شود، فکر کنم که ادامه طبابت حمزه در یکی از کشورهای اروپایی غالبا در آلمان ادامه خواهد داشت. سلامت باشه. اما یک چیز در اینجا باید روشن کردیم، چون در توریستان مفهومات میگه که مشکلی یکم مشکلی نبود. سال تا جایی میدونیم 3 سال هست که حمزه جان یعنی که گرفتار سرطان است. آیا میگویند که مثلا مشکلی از نزدیکان است، چون که بعضی کاغذها رو نآوردن یا اینکه نظری کردن، از اون جمله میزرف توریستان هم بیشتر دیدیم یک کنفرانس سازد کرد و بچه‌های دیده که امید چکندن گفتن این طبابت شننده نیست، بنابر فایده نداره سفر. خب شما در این باره چی گفتنی است؟ چی خبرها بود؟ یعنی که از یکم روز مشکلی اساسی در چی بود که بچه نمیتونست بیاره؟ ببینید، کسی که فرزند دارد، کسی که نبیره دارد، او درد ما رو میفهمد که ما یک پدر، یک مادر یا بابا و مادر کلان وقتی که نبیرهشون در چنین حالت گرفتار میشد چی حس دارن. بنابراین من زیاد در این باره صحبت نمیکنم. کسانی که میگویند که خنک نظری از طرف والدین شد یا از طرف خویش و تبار، من انصاف آنها را به خداوند حواله میکنم و هیچگاه فرزندان آنها درد سر را نبینند. نه از پرزیدنت رحمان فرزندان و نبیرگانش درد سر را ببینند، نه اهل خانوادهش، نه کسانی که میخواستند از این فاجعه حمزه استفاده کنند و علیه ما سنگ پرتابی کنند. بگذار فرزندان آنها همیشه در نظرشون سالم باشد و هیچ کس گروگان هم نباشد. این آرزوی من همچون پدر است. اما اگر آشکارتر بگویم، ببینید وقتی یک نفر رو خانواده به خصوص پسر من روح الله را، حالا مشخصا همین بگیریم، دیگر اعضای خانواده ما هم، دیگر مخالفین هم تقریبا همین حالت دارن. از سال 2015 وقتی که از خانه هاشون بیرون کردن، خانه ها را محکم کردن و آنها در کوچه موندن. روح الله پسر من خانه داشت، منزل داشت، زندگی میکردن. حکومت چرا به این زن و به طفل ها اجازت نداد، به این 3 طفل که حداقل در خانه خودشون زندگی کنن؟ اگر روح الله کاری را حالا صادر کرده باشد هم که من 100% مطمئنم که هیچ جنایتی نکرده است، خب این طفل‌ها چی گناه داره که اونها رو در کوچه راندن و اونها مجبور شدن به خانه پدر و مادرشون بروند؟ حالا حکومت، بعضی نمایندگان اونها دعوا دارن که گویا که یعنی از طرف خاندان هیچ کاری نشد. در دوام این 3 سال آنها حق نداشتند که حتی با ما تماس بگیرند. تمام کوشش‌های ما برای رساندن حتی کمترین کمک، یک پیام از طریق مسکو، از طریق الماتی، از طریق شخصانی که یک هفته بعد خبر را می‌رساندند. شما تصور کنید که یک خانواده وقتی حق ندارد که مژگانه به جنازه پدر من، به جنازه بابایش که همگی بین 2 دهه 5 کیلومتر است، بدون اجازه مقامات حق رفتن نداشت که نرفت، نتوانست رفته، چون این را همچون همکاری حساب می‌کردم. برادر من اجازه ندارد 5 کیلومتر بیاد خبر بگیرد و در این حالت گستاپو، یعنی مثل یک کنسلاگر نگاه داشتن یک خانواده که نه تلفن دارد، نه اینترنت دارد، نه پول گرفته میتواند، نه خانه خویش تبار رفته میتواند و اینا حتی مراجعت کردن به مقامات محلی هم حق نداشتن. وقتی که طفل به این درجه رسید به حالت بیماری، اونها مجبور شدن رفتن مراجعت کردن و از روز اول بعداً فهمیدن که مشخص شده است که این طفل بیماری سرطان دارد.
اما اون رو بردن در شعبه، نه در شعبه سرطان قربالا، بلکه در یک شعبه عادی جراحی کردن و اونم خیلی تعجب آور است که به طبیبان دستور دادن مقامات قدرتی که به هیچ کس درباره سلامتی و اصلا بیماری کودک صحبت نکنن. و خب در این شرایط و مادران گفتن که هیچ مشکلی خاصی نیست، اگر این سرطان می بود ما در شعبه سرطان جراحی میکردیم، چون سوء استفاده کردن از اون که مادر و خانوادهشون آدمان زیاد تحصیل کرده نیستن، آدمان دهاتی عادی هستن و اونا رو گفتن که اگر سرطان می بود در شعبه سرطان جراحی میشد. حالا یک بیماری عادی هست که هر طفل دیگر با اون میتواند گرفتار شود و بعد از اون که این جراحی خوب نبود و در حالت نادرست و ورم کرد سرطان، بعدا دوباره وقتی که مراجعت کردن مجبور شدن که اعتراف کنن که این سرطان بود. شما ببینید وقتی یک خانواده رو به این حال میرسونند، نه طبابت نه امکانات تماس گرفتن. من یک چیز رو برای شما اینجا اکنون دیگر وقتی که کلم بیرون برآمد آشکارتر بگم برای که مسئله روشن شود. البته من همه چیز رو گفته نمیتونم چون نمیخوام دیگران در زیر ضربه بروند. اینا حالا میتونن دعوا کنند، تهمت کنند که هیچ تلاش نشد و خیلی تلاش شد در این بین. ما حتی وقتی که این پیام فرستادیم که برایت به هر شکلی که باشد کودک تلف می شود، کلین با پافشاری میکرد که اگر من برایم، چون ما زبان خط دادیم، در حقیقت پدری میشگانه زبان خط دادگی هست، امضا کرده است که من به هیچ وجه اجازت نمیدهم که وعده میدیم به مقامات که دختری من هیچ جا نمیرود. سوال در میون میاد چیز کاری که مثلا امضا کرد چی است؟ همین قانونی است یا اینکه در کانستیتوسیون اینجوری آماده شده؟ اصلا هیچ جنبه قانونی ندارد، زمینه قانونی ندارد. این یک نسبت آدمانی که سواد کافی حقوقی ندارن استفاده میکنن. برای مثال یک آدمی که بالغ هست، بالای 18 هست سینش، از پدر و مادرش زبان خط میگیرن که خدا از زبان خطی که فرزند تو کشور رو ترک نمیکند. پدری میشگانه زبان خط دادگی است، امضا کرده است که من کفالت میدیم که اگر دخترم رفت من به جای جواب میگم و زندانی میشم. خانواده در دهشت قرار بود. اونا نه ادوکات دارن نه وکیل که به این فهموند که این عمل مقامات غیر قانونی است. اگر یک بار میشگانه می اومد ایرپورت، اگر پاسپورتش نمیگرفتن میگردوندن، اون وقت کار دیگه میشد، ولی اونا رو اون حد ترسونده بودن که حتی تا ایرپورت رفتن اونا جرئت نمیکردن. و علاوه به این همه ما تلاش کردیم، حتی بعضی جوان مردان آماده بودن گفتن که چیکار کنیم. گفتم این میترسند، اینا خارج نمیشون از کشور، اونا رو سخت ترسوندن. مجبور هستن که حتی غیر قانونی طفل باید به بیرون آورده شود. حتی بعضی جوان مردان گفتن ما آماده هستیم که طفل رو از مادرش جدا کرده، خواهد نخواهد بیاریم به مسکو یا جای دیگر برای توبت، چون طفل از دست می رود. خب ببینید بعضیا حتی انتقاد میکنن که طرف ما مسئله رو سیاسی کرد، مسئله بیماری یک طفل. اما ببینید که مسئله رو حکومت خودش سیاسی کرده بود از اول. اگر سیاسی نمیکردن اجازت میدادن که طفل سندهایش رو بگیرد. اگر حتی حکومت گم کرد وقتی که مصادره کردن سندهای ما رو، شاید گم کرده باشن، زود یک سند دیگر میدادن. ما تا لحظه آخر، تا اون وقتی که ورمی طفل رو ندیدیم، در رسانه حتی صحبت نکردیم. اما وقتی که میبینی که فرزندت از دست میرود، تلف میشود، چگونه اون رو رسانه‌ای نمیکنی؟ چگونه اون رو یک پدر و مادر باید که با سازمان ها با مردم آگاه نکند؟ اگر بعد این همه صبر و طاقت باز هم بگن که ما سیاسی کردیم و رسانه‌ای کردیم طفل بیمار رو، بازم معنی رو دارد که خیلی بی‌انصاف هستند. بنابراین همین ما نظرمون این است که اون کاری که تا امروز نسبتی میشگانه و فرزندش کردن یگون زمینه حقوقی نداشت، اما همون که بالاخره آنها به بیرون برآمدن بیانگر آن است که با وجود این همه هم یک انسان‌های نسبتاً با انصاف و با وجدان هنوزم در حکومت هست. اگر ببینید روز 27م پاسپورت میشگانه و حمزه آماده بود. خب به هر صورت در پاسپورت میشگانه روز 27م هست، ولی با اونها یکم دادن. 4 روز رو ما از دست دادیم. چی لازم بود 4 روز دیگر
دراز کشیدن یک حجتی که اون علاقه آماده هست. یعنی در وقتی که میدونن که طفل براش هر ساعت مهم است. گفتن همون که در آنجا دو خواهرچه دیگه قرار دارن، فرزندوی روح الله بله، صبرینا و فرهناز بله. باید در چه وقت قرار دارن؟ با چه سبب منشیدن؟ یا اینکه یک условия بگیم امنیت بود؟ حالا برای اینکه باز نگوین که مسئله رو سیاسی میکنید، من نمیگم که آنها رو گروگان گرفتن برای اینکه مجبور کنن که مژگانه با حمزه برگردد. شاید در اونجا اون مشکلی حقوقی بود، سند بود، نمیدونم. اما خبری که به ما رسید صبرینا که 3 ساله است چندان هنوز در نکرده است، اما فرهناز 6 ساله است و هم با مادرش هم به حمزه عادت کرده است. وقتی که همسایگان رفتن خبرگیری گفتن که در درون جوان لباس رفته است، در اون تاریکی نشستگی پنهان با هیچ کس صحبت نمیکند و در یک حالتی استرسی روانی طفل هر دوش قرار دارند. برای دو طفلی که در این 3 سال از پدر و از بابا و از همه جدا فقط با مادر بودند و حالا جدا شدن از مادر واقعا دشوار است. من راستی اگر واقعا آدم میگن که ما کاری خیر کردیم و ما انسان دوستی کردیم که حمزه رو با مادرش رها کردیم، هیچ ضرورتی برای نگه داشتن صبرینا و فرهناز نبود. حالا اگر بسیار میخواهند اثبات کنند که این کار خیر و ادامه دادنی هستند، هر چه زودتر سند درست کنند برای هر دو طفل که تا اینکه ما خواهش کنیم از بعضی خش و تبعات کنیم، ما رو همراهی کنند بیارن به استانبول به نزد مادرش. سلام باش، دوباره هستیم که سلامت باشید. مشکلی از بین میره. برمیگردیم با همین موضوع. اشتباهی که گفته شد بعضی رسانه‌ها یا اینکه بعضی برادرها گفتن میره ببینید مثلا حکومت رحم داشته است، دل داشته است، قلب داشته است و غیره. اما در اینجا دیده میشه که بیشتر جامعه شهروندی کار بود، فعالیت بود و اکثر صداها زیاد شد. چطوری که قید کردن که 50,000 امضا جمع شد و یا رو نمیتونستن یعنی که به نظر نگرفته چون یک اسکندال مجنرود میشه. اما بعدی خروج شدن حمزه با ما این خبر رسید که باز یک گیم اسیر دیگر گرفته شد. یعنی دختره که یکی از شناسا که در اروپا فعالیت میکنه، خانم شبنم خدایدادова. بیشتر ما میدونیم و یا از همون گیم с рейса были сняты с рейса, но печать штампо هستند و یعنی که از пограничной зоны گذشتگی است، ولی در درونی ریس از درون ریس و یا کارگرای نماینده‌ای که گیبه میگیرن میگن که شما در روی خط سیاه هستین و خارج شدن نمیتونید. خب علیم شاید در این مثال аннулировано. Что вы думаете по этому поводу? اصلا برای ما مسئله حمزه و دیگر گروگان‌های سیاسی که امروز در داخل قرار دارند اصلا هیچ مورد سوال نبود و ما غیر چشمداشت نبود که حمزه رو همچون گروگان نگاه می‌دارند و باز هم متاسفانه غیر چشمداشت نبود که دو خواهر دیگرش رو البته باعث گروگان باز در داخل می‌ماند. بعض الوه ها به گفته های برادرم مویدین داشتن. اون چیزی که میگن که خانواده کوتاهی کرد یا یکم کار دیگر کرد، یک مثال میزنن که خب بودن به هنوز داخل که بودن مورد هایی که نفران و همچون با انگیزه سیاسی خویشاوندان نفران مورد تعقیب از طرف کمیته دولتی امنیت ملی قرار می‌گرفتند و ما تعدادی از نفران جامعه شهروندی می‌رفتیم پیش اون آدم‌ها و با آنها با حقوق شناسان می‌رفتیم و می‌گفتیم که شما ترس نداشته باشید، ما اصلا اجازت نمی‌دیم که شما را یک چیز، چون همین خیلی همون وقت هنوز نسبتاً
قانون عمل میکرد و ما گفتیم ما اجازه نمیتیم که شما رو فشار بیاریم. لیکن بعد ما نفرای پیدا میشوند که حتی از خویشاوندان نزدیک که با آنها مصلحت میگن که اگر شما خواهید که یگان پرابلم زیادی برای خویش تبارتون نشود، شما با امید اینا نشوید. اینا میآیند از خروخ 30 کیلومتر پیش شما میروند، ما در نزد شما بعد مردم را همین فشار میارند و بار دوم که اونا رو به امنیت دعوت میکنند و یا اصلا از ما دیوار میزنند، در گیرشون دیوار میزنند که ما از این درک نیاوریم. همین خیلی دیگر من مطمئنم که نسبت خشتبار همان حمزه از طرف مادرش همین خیلی یک دیوار ساخته شده بود که و مطمئنم که حتی شاید میگفتن که انا شما رو پرتافتند و رفتند و شما در کار نیستید، از طریق خویشاوندان نمیکنند، نه کارمندان امنیتی. لیکن کار همش کارمند امنیتی میکنه و این یک مشکل دیگر است که نسبت تمام فعالان سیاسی و خویشاوندان ما پیاده میگردد در تاجیکستان و من خیلی از نزدیک با چنین برخورد شناس هستم، خیلی از نزدیک. و اثبات دیگر همین قضیه فاطمه 10 ساله یعنی دختر شبنم خدایداد قسما بنده نیست، خدا ایدور کمتر احساس میکنم، چون چند پیش ما تصادفاً با شبنم در یک مرکز خوردیم، یک دو سلام علیک اولپرسی کردیم که 3 تاجیک دیگر پیدا شدن، خیلی شبهناک نگاه میکردن. خیلی من خودم پیش اونو رفتم گفتم همشهرها تنجد خیلی شناس شده، بعد خیلی خرسان شدیم هموطن خدا دیدیم که بعد 2 ساعت مادرش رو به امنیت دعوت کردن که شما وعده دادید دخترتون دیگر به سیاست داده نمی شود، اون با اپوزیسیا در وارشاو گشت می‌کند. یعنی همین هم تا همین درجه این نفر رو پیگیری میکردند که دخترش رو یعنی شرط گذاشتند اگر با یگان نفر نادرست خبر شما گفتم که یعنی از اون 3 نفر رو یکیش خیلی بعد همین موقعیت مادرش رو به امنیت دعوت میکنند و میگن که دخترش رو جواب نمیدین چون او با اپوزیسیا گشت و گذار داده. توجه بدونیم استاد شما یکی از فعالان شتابی که ساخته شد، شتاب نجات حمزه حضور داشتیم و فعالیت میکردیم که در تماشای را دیده میشید از طرف شما. سوال در میان اینه که شتاب حمزه یعنی که بترازگیرنی شتاب сейчас в каком положении штаб находится, какие решения принял штаб Хамзы, обновление, возможно, хамтарак равшан. Ва дар ҳолате ки мисол Фотима ва дигаро қарор доранд, чӣ хулоса дорад? اشکالی که همه مردم اطلاع دارند تصمیم ستاد نجات حمزه اون بود که در شهرهای در 4 شهر اروپا تظاهرات دایر کنیم و در 3 شهر تظاهرات دایر شد و به خاطر اون که حمزه اجازه خروج گرفت و بعد ترکیه رسید ما تظاهرات آلمان رو بکار کردیم، لغو کردیم تظاهرات آلمان رو و نیت داشتیم که در همین روز دوشنبه نیت داشتیم که از ابتدای هفته اعلام کنیم که این ستاد دیگر عمل و کارش خاتمه یافت، یعنی رسالتش به آخر رسید و دیگر به طور طبیعی
هر کس از پای کار خود می شود. متاسفانه درک پیدا کردیم روزشان که باز اسیر نوبتی اسیر کودک نوبتی اسیر و گروگان سیاسی باز تیاره قطعی مدرکلانش فرآورده شد و تصمیم شد که این ستاد وسیع‌تر شود و فعالیتش وسیع‌تر شود، چون ما از ابتدا می‌دانستیم که مشکل خیلی فراتر از یک حمزه و یک فاطمه است و چون ستاد این یک چیز اضطراری است در مدت کوتاه و در با وکالت‌های محدود عمل می‌کند و ما نخواستیم که همین منبر همین خویشاوندان مخالفین سیاسی که این روز به حیث گروگان در داخل نگاه داشته می‌شوند، علاوه بر این اون خویشاوندانی که ما نمی‌توانیم آنها را خویشاوندان نزدیکترین شماریم، یعنی اونها رو با این خویشاوندان از روی قانون‌های بین الخلقی، یعنی برادر خواهر یگان خویش دیگر، با اینها یکجا شدن نمی‌توانند، یعنی قانون ندارد. یعنی خب یک خودم در تاجیکستان زیاده از 500-600 خویش نزدیکترین دارند، همش رو برآوردن نمی‌شود. همین خیلی دیگر مردم و ما خبر داریم که حتی نه اونقدر خویشان نزدیکترین هم مورد فشار قرار میگیرند، حتی آدمایی که با کدام شخصی رفتارهای نزدیک داشتن، یعنی رفیق یا جورا بودن، اونها هم مورد تعقیب در داخل قرار میگیرند و ما نیت داریم که همین ستاد رو نامش رو به کمیته نجاتی گروگانان سیاسی تاجیکستان نامگذار کردیم و این یک کمیته دائم و عمل کننده است تا آن دمی که آخرین گروگان سیاسی و آخرین محبوس سیاسی تاجیکستان رو از زندان آزاد نکرده این کمیته عمل خواهد کرد و ما امیدواریم که در این در این طرحی بشری باید دیگر گروه ها هم به نو بسته از موقع سیاسیشون با ما در میان کیا در داخل کمیته هستن؟ یعنی که اشکار هستن یا کشتی کردن؟ خب تو گروه و فعالان سیاسی خب هستن در نمایندگان حرکت های سیاسی و حرکت های مردمی و شخصان نو بسته و خب اگر ضرورت باشد اکثریتشون مخفی خود را نمیدونن. اگر ضرورت پیش شود و ضرور شمارد مردم ما مانع هستیم که اون رو رسانه در این کمیته کسی کمک کرده میتونه آزاد وارد شود؟ آزاد وارد شود و اگر نخواهد که نامش علنی اعلام شود اون رو اعلام نمیکنیم. اگر خواهد نام اعلام شود ما ضرورت نمیبینیم این فهرست اعضای ستاد رو کمیته رو نشر کنیم، لیکن اگر باشد اگر ضرورت چنین باشد ما آماده هستیم که اکثریت کل اعضای این کمیته آماده هستند که نامشون فوش باشد. ما در اروپا نشستگی ها و حتی کسانی که در داخل تاجیکستان باشند ولی این مصیبت بالای سرشون آمده است این رو تصور کرده نمیتونن. شاید براشون فهمیدن و هضم کردن این وضعیت خیلی دشوار باشد، اما کسانی که بالاشون این فشارها میآید در زندگی میبینند بعد اونا میفهمند که
چقدر است دشوار است در تحت فشار یک ماشین قوی رپرسیوی یک غول قرار گرفتن. من حتی در این مسئله حمزه و مناسبت خویشتباری این خدای ما بسیار یک آدم عادی خوب است، یک انسانی صمیمی است و شاید که حالا از خویش و تبار شدن با ما 100 مرتبه پشیمان شده باشد، چون او هیچ وقت تصور نمیکرد که فقط خویش و تبار بودن با ما اینقدر بوداش مصیبت ها رو میارد. وقتی که برادران ما خویش و تبار میخواستند بروند حمزه را خبر بگیرند، صبرینه یا فرهناز را، خانواده پدر و مادر مژگانه حتی اول با خواهش بعدا با یک کمتر دغلانه مناسبت کردن که نآید خانه ما، برای خانه ما آمدن. میدونی چقدر بالای ما فشار می آید. یعنی یک حکومت کار تا اون درجه میرساند که خویش و تبار نمیتواند با هم دیگر رفت و آمد کنند مگر اینکه پنهانی رفت و آمد کنند. بعد میگن که شما چرا در این شرایط کمک نکردید؟ خیلی بی‌انصافی است. یک مسئله که حاضر اینجا شما وایسیدین گفتید که بعضی ها میگن که حکومت رحم کرد و رها کرد. ببینید دیل داشته است یا انصاف داشته است. این صحبت ها برای عوام است، صحبت های عوام فریبانه است، صحبت های عصر میانگی است. حکومت رحم نمی کند، حکومت دیل ندارد، حکومت قهر ندارد، غضب ندارد. حکومت یک وظیفه دارد، باید قانون و عهدهداری خود را رعایت کند. این فهمیش عصر میانگی است که پادشاهای زمان که قانون وجود نداشت، کنستیتوسیون نبود، حقوق شهروندی نبود، زندگی، مردن و حیات و ممات یک شهروند، یک انسان به قهر و غضب پادشاه وابسته بود. توجیکستان یگانه کشوری هستند که طفلا و بیمارا را خویش تبار نزدیک در مدامی که دموکراسی، آزادی و غیر، یعنی که کنستیتوسیون وجود دارد و غیر چیزایی که و ما از آن طرف افسانه میخوانند، یگانه کشور توجیکستان است که مثال را ببینیم حادثه‌ای که به ما هم معلوم شد 3 سال باز کسل سرطان است، یعنی که به همون طفل بدون رحم نکردن و دوستان هم نیوزدرد یعنی توجیکستان و امید نزدیک آخرین امیدم از بین میبرد. دکترای مثلا ترکیه یا اینکه مسکو در کجا قرار دارن ما معلومات بیشتر نداریم. به هر حال تا جایی میدونیم که پیغام دادم شانس هست به هر حال، اما 2 هفته اگر که پیش میمدن خوب میشد و همین یگانه کشور است. ببینید من نمیدونم که تاجیکستان طبیعی که در تاریخ بشریت یگانه حالت نیست، شاید که در عصرهای گذشته از این بدتر بود، اما اگر در عصر 21 یک کشوری که عضو سازمان ملل هست، عضو سازمان همکاری اروپا هست، عضو سازمان مثلا همکاری اسلامی هست و دهات سازشنامه‌های بین المللی، دهها خرطیه و دکلراسیون حقوق بشر، حتی دکلراسیون بین المللی درباره حقوق کودک را ما امضا کردگیم. امکان ندارد که یک حکومت در عصر 21 با این همه قانونگذاری چنین یک جنایت نسبت شهروند و نسبت یک طفل صادر کند. حکومت تاجیکستان یک بور دارد. چرا این جنایت‌هاش پنهان میموند؟ چون یک کشوری خرد و دور از مرکزهای تصمیم گیری بین المللی هستیم. ما در بین 4 کوه از اون طرف افغانستان، خیتای و یک منطقه ایره میگن در انزوا افتاده ایزالی روانی هستیم. و من تازه بعد یعنی حادثه ناخوشی که در دنقره شد، توریست‌ها را در نتیجه ترور کشته شد، بسیاری از کارشناسان و روزنامه‌ها و شهروندان اروپا تازه شروع کردن فهمیدن که تاجیکستان در کجا قرار دارد. اصلا هیچ کس نمیداند. حکومت تاجیکستان از این وضعیت سوء استفاده میکند، چون تاجیکستان بلاروسیا نیست، ایران نیست، تاجیکستان اوکراین نیست، تاجیکستان سوریه نیست که جامعه جهانی، کشورهای ابرقدرت برای اون تلاش کنند و در مرکز اخبارات جهانی باشد. برای جهانیان تاجیکستان یک کشوری خردی فقیری در همسایگی افغانستان است. در اونجا چی میگذرد به کسی اهمیت ندارد. بنابراین حکومت تاجیکستان این شرایط را به نفع خود استفاده میبرد و این جنایت ها را دارد صادر میکند که نه با قانون بین المللی مطابقت دارد، نه با کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مطابقت دارد. و سبب اصلی هم همین است. اون چیزی که من پیشتر با شما گفتم،
тоҷикистон ба ном ҷумҳурӣ аст, ба ном давлати ҳуқуқбунёти демократии дунявӣ аст. моҳиятан як давлати феодалӣ подшоҳӣ аст ки ҳоло мебинед боз талош доранд ки подшоҳ писарашро подшоҳзадоро биёрад ба мамлакатро бисупорад, айнан мисли асри 15-16 ва мегӯянд ки подшоҳ раҳм кард ё ҳукумат раҳм дорад. ман боз такрор мекунам, ҳукумати муосири ҳуқуқбунёд раҳму ғазабу шафқат ино надорад. ҳукумат вазифа дорад, ҳукумат уҳдадорӣ дорад ва ҳукумат бояд қонунро риоя кунад. дигар ҳеҷ масъулияти ҳукумат надорад. дар ин маврид ҳукумат ҳатто дар ин мавриде ки мо доштем, ҳукумат ҳатто дар ин ҷо ҳеч чӣ бояд надошта бошад. яъне як шаҳрванд ҳаққи озод вориду хориҷ шудан аз давлаташро дорад ва шарт ҳатто нест ки ҳамон ҳукумат гӯем ё хадамоти амниятии ҳукумат аз ин ҳатто бохабар шавад. яъне одам мебиёяд бо шиносномааш дар гузаргоҳ мегузарад, ӯ афсари рутбаи поёне ки дар ҳамон гузаргоҳ қарор дорад, ӯ ҳатто шояд муҳиддин кабиреро нашиносад. ҳамин хеле одам дар дунё вуҷуд дорад. чӣ расад ба ҳамон ҳамзаи 4 ки ҳамон дар ҳамон постгоҳ буда афсари хеле қаторӣ بداند که همین حمزه است و اینا باید از اینجا راه ندهیم. همین تا یک قسم خدمات گمرکی تاجیکستان تا یک قسم حق هم بود و یا در اینجا اصلا دست ندارن، چون بنده خودم چند بار از عبور کردم، از مرز عبور کردم و یک بار که به داخل تاجیکستان در اومدم، همون دخترکی که در مرز بود وای نه مرا میشنفت نه هیچی، از کامپیوتر در کامپیوترش عکس من برآمد که مرا نمونم. آخرین باری که از تاجیکستان برآمدم تا حد مخفی برآمدم که در همون پستگاه سرحدی که حتی قوای برق نیست و اسکران پستگاه و کاغذ تاجیکی است در از طرف تاجیکستانش از طرف تاجیکستانش که ویا چی ندارند، یعنی اگر می داشتند همون کامپیوتر اگر در اینجا می بود مرا اصلا برآمدن نمید. خوب که قوی برق نبود. این باید همین قضیه که نسبت حمزه یا فاطمه صورت گرفت، نه فاطمه چرا به تیاره رو یافت؟ چون که همون مرزبانان واقعا نه فاطمه را میشناسند، نه شبنم خدای داده، نه سیاست باخبرند و یا کار خودشون خیلی خوب انجام دادن. آدم در آمد و همون وای که درم کمیته دولتی امنیت ملی کولو به طور اوجی با دوشنبه تماس گرفته است که فلانی آدم رو تعجیلاً از تیاره بیرون برارن و همون افسر امنیتی که امنیت جمهوری رو به نمایندگی میکند تا حد بیسواد بوده است که از طریق تلفن اطلاع رسونده است که همه پرابلم شما در کلوب است، یعنی امنیت کلوب به ما امر کرد که ما شما را نمانیم. امنیت جمهوری را امنیت کلوب امر کرد. ببین علیم اینجا درباره همون انولی رو بود، یعنی که همین کم شهر بوده. خیلی ما زبان دولتی میگوییم، برای رعایت نکردن نیروی زبان دولتی چقدر مردم های بیچاره رو جریمه میبندند و آدم را از کار پیش میکنند برای رعایت نکردن. لیکن همون موری که باید او انولی را بد کردن، بعد من روسیه هم کمتر خراب شده است در این سالهای اخیر
اونجا انولی روت با حرف ا نوشته شده است. نمیدونم این آنولی روت نه انولی روت بله درست بوده است. ولی نور زدگی که انولی روانه، یعنی دولتی که خود را صاحب استقلال میدواند و چقدر مردم به خاطر همین زبان دولتی جریمه بسته است و از کار سبکدوش کرده است، در مرزش باز همین اشتباه را میکنند و باز بعد یک شبانه روز میگویند که آزادی یک رسانه مستقل خبری را مجبور میسازند که وی گوید که این مادر با نبیره در سمالیات وارد نشده است. یعنی همون انولی وقت نبوده است، همون نور خودش نبوده است. همین آزادی همین خیلی خبر میرساند که همین نور در شناسنامه اصلا نیست. آخر همین آزادی خودش همون حالا که عکسی همون هست دیگر. ما عکسی باید داریم باید دیگر خواه ببینید علی اینجا شما یک مسئله را بسیار خوب اشاره کرده درباره آن که مقامات تاجیکستان مسئولیت خود را مقامات پایانی خوب انجام دادن و اونا اصلا در اینجا گناهگار نیستن. منم قسما به حرف شما راضی هستم. بعدن چند مراتب تو در صحبتی که همینجا ما 3 نفر داریم همیشه مسئولین امنیتی صدا می‌دهد، کمیته امنیت، KGB یا به هر لفظ دیگر اشاره فقط به یک ساختار می‌رود. و این معنی نیست که ما جنایت‌ها و کمبودی‌ها که از طرف این کمیته دولتی امنیت ملی سال‌های اخیر صادر شده است اینا رو نادیده بگیریم و هیچ کس نیت ادوکاتی اونا شدن ندارد. واقعا اینها سال‌های اخیر این کمیته امنیتی ملی رو به یک کمیته خطر ملی تبدیل دادن. مردم از این کمیته دیگه احساس امنیت نمی‌کنند، احساس خطر می‌کنند. اما باید ما همه چیز رو با نام خودش نامگذاری کنیم. من فکر نمی‌کنم که همه جنایت‌هایی که صادر میشه نسبت شهروندان در تاجیکستان کاری فقط یک ساختار امنیت باشد. چرا ما دیگر ساختارهایی که به واسطه جنایت میکنن مثل وزارت کارهای داخله، حتی پروکراتورا، مثل مقامات محلی که اونها مقامات قدرتی نیستند، در بعضی جنایت‌ها مقامات محلی هم شریک هستند و اونها به واسطه با مردم، جماعت‌ها، ناحیه‌ها اینا باز تکرار میکنم اینا در جنایت‌ها شریک هستند. اما ریشه جنایت، حتی اون جنایت‌هایی که از طرف وزیرها هم صادر میشود، ما باید بدونیم که از یک نفر است، در یک جا جمع میشود. من در صحبت قبلی هم در دورتموند رو گفته بودم، چون که ما همیشه همون ابراز پادشاه عالی ما میتراشند در جامعه‌های شرقی، پادشاه عادل، پادشاه توانمند. بعد میگن که خبر ندارد، اطرافیانش این جنایت‌ها رو میکنن، اون پادشاه اگر خبر داشته باشد حتما جزای اینا رو میتید. آیا باوری همون کس میشد که در یک تاجیکستانی خورد که همه چیز رو میداند، تا رئیس جماعت رو رئیس جمهور تعیین میکند، تا رئیس نمیدونم اینستیتوت و مدیر کافدرا رو رئیس جمهور تعیین میکند، مگر او خبر نمیشد از مطبوعات خش و تبارش اعضای خانواده نمیگن که یک طفل بیمار است، یک طفل سرطانی است و اون باید عاجلا تبابت شود؟ مگر نفهمیدن که دختر شبنم گردانده شد؟ اینا رو همه را میدونن. ما باید بدونیم که حتی وقتی که دستور داده می شود به همون وزیر امنیت و وزیر NVD و پروکرور، اون دیگر به خاطر منصبش آماده است که برخلاف کنستیتوسیون و برخلاف قانون هم دستور پادشاه را اجرا کند. اما وظیفه یک پروکرور، وظیفه یک وزیر امنیت، وزیر داخله این است که اگر جنایت صادر کرد یک پرزیدنت یا یک فرمان غیر کنستیتوسیونی داد، وظیفه‌اش این است که هم این فرمان رو بیکار کند و حتی پرونده جنایتی باز کند نسبت پرزیدنت. ما چند حالت داریم در اروپا که نسبت سروزیر یا نسبت پرزیدنت پروکرور دل جنایتی میکشه. در امریکا سود یک ولایتی چند فرمان ترامپ رو هم بیکار کرد در موضوع مهاجرت، در موضوع پاسپورت، ویزا و غیره. بنابراین ما نباید گناه را همش رو به سر یک وزارت پرتویم. ما باید در مجموع به این خلاصه بیاییم که در تاجیکستان حاکمیت قانون نیست. حالا من این خلاصه کنم به زبان حقوقی، اینا میگن ولاست زکانه، حاکمیت قانون باید باشه در کشور. پرزیدنت، سروزیر، پروکرور تا دهقان باید که همه در تحت حاکمیت قانون باشند. اما در ما چی است؟ در ما برعکس است، نه حاکمیت قانون بلکه قانونی حاکمیت است.
یعنی قانون رو حاکم به اون طوری که خودش میخواد قبول میکند و اجرا میکند. تشکر زیاد و دعوت ما را قبول کردیم، در یک صحبت خوبی را گذاشت. بار دیگر سپاس خود را به مردمی که بی‌طرف نبود در قضیه حمزه جان و هنوز بی‌طرف نیستند. کمیته تشکیل شد، کمیته که تشکیل شد مورد حقوق اسیرانی که در تویسان قرار دارند و یا را کمک کرده استیم. سپاس به پایان به شما مردم عزیز، چون که زنده بودن شما همزه را آزاد کرد و خدا خواهد فاطمه و حمزه آینده آزاد خواهند کرد. بار دیگر سپاس به پایان تشکر. همه کسایی که سلام در زحمت خودشان گذاشتن، چی تلاوتی چی مثلا عملا. بار دیگر تشکر. سلامت باشید. در این دیار شیوه‌ای وحدت نمانده است، در چشم یار نازی محبت نمانده است. ما از خدای خویش نه این روز خواسته، در خون تاک و عشق ما اسمت نمانده است. آنه که نوی خواسته گل بود خار شد، در باغبان عشق بشارت نمانده است. خام زبرد در کف اوریان چراغ داشت، از نور فطرتش به جز ظلمت نمانده است.